من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. حکم 14 مرد سالاری، یعنی سالار خانواده، رئیس خانواده آیا مرد هست یا زن تصمیم گیرنده کی باید باشد؟ الله تعالی می فرماید الرجال قوامون علی النساء. رجال قوامون را بعضی ها ترجمه ذوقی کردند به معنای سیادت، سرداری، سردار زنها هستند، چون که امور زنها ما یقوم به امرهن به وسیله چی؟ مردها انجام میگیرد. لذا حاکمیت خانه، امارت خانه، کسی که در رأس هست در خانه، این باید با مردان باشد. این را اسلام تعیین کرده. زن باید در مقابل این دستور خدا چی؟ تسلیم بشه. نه اینکه زن بگه هر چی که من بگویم. گرچه مردان باید در امور خانه زنان را هم مشاوره بکنند، به زنان هم بها بدهند، اما تصمیم گیرنده، سیادت و سرداری خانه و خانواده با مرد باشد، نه با زن. اختیار با مرد باشد، نه با زن. چرا؟ الله تعالی اینجا 2 دلیل بیان کرده. یک، بما فضل الله بعضهم على بعض، به سبب اینکه الله فضیلت داده بعضی را بر بعض. الله تعالی در مرد صلاحیت ها و فضائلی گذاشته که اون فضائل در زن نیست. اون چی هست؟ به عنوان مثال عقل هست، درایت هست، فهم هست، حوصله و تحمل هست، مدیریت هست. این صفات بیشتر در مرد دیده میشه. الان بعضی جاها شما امکان داره 1 مورد 2 مورد تک و توکی برعکس باشد، مرد ضعف هایی داشته باشد که اون ضعف ها را زن جبران میکنه. خب اینم امکان داره، ولی اغلب اون چیزی که قرآن میگه بر اساس اکثر است، بر اساس اغلب هست که الله تعالی مرد را فضیلت داده، چون که مرد برای مدیریت آفریده شده، برای سرپرستی آفریده شده. لذا اون کسی که در رأس هست اون باید که صفاتی داشته باشد، صفات سیادت و سرداری را داشته باشد، نترس باشد، مدیر باشد، عرض کنم که با حوصله باشد، با تدبیر باشد. اینها بیشتر در مردها هستند، ولی متاسفانه امروز جامعه برعکس شده. زن سالاری هست، حرف اول را زن میزند در هر چیز، در انتخاب، در هر نوع انتخابی، چه انتخاب خرید. خب بعضی خریدها هستند که بیشتر زنها با اونها سر و کار دارند، اونجا سلایق زن اعتبار بشه. ولی به طور مثال در انتخاب داماد، در انتخاب عروس، در انتخابهای دیگر، اینجا مرد دوربینیش، دوراندیشیش بیشتر هست.
لذا باید مرد حرف اول را بزنه. یا هر جا که میروند زنان ماشاءالله پیشا پیش هستند و مردان پشت سرشون حرکت میکنند. لذا باید چیزی را که اسلام مقدم کرده ما مسلمانان در امور زندگی خودمون اون تقدیم را چی داشته باشیم. الرجال قوامون علی النساء. چرا؟ علت اول بما فضل الله بعضهم علی بعض، چون که خداوند فضیلت داده بعضی را بر بعضی. مرد فضیلت داره، مرد مدیریت دارد. مرد را الله تعالی صفاتی و خصالی داده که اون صفات و خصال در زن نیست. زن کم حوصله هست، کم صبر هست و زن زود از کوره در میره. زن شجاعت مرد را ندارد، تدبیر مرد را ندارد. عرض کردم الا ماشاء الله استثناءاتی هم هست. دو، و بما انفقوا من اموالهم. دلیل دوم و سبب دوم چیه؟ که مردان خرج میکنن از مالهای خودشون. یعنی خرج و مخارج خانه به عهده مرد هست، زن مسئولیتی ندارد. زن الان غیر این چیزی دیگه هست که امروز زنها میروند کار میکنند ولی خب شرعا مسئولیت ندارند. شرعا مسئولیت مال مرد هست. فردا اگر مشکلی مالی پیش می آید زن موظف نیست بره کار بکنه، مرد موظف است بره یا کار بکنه یا قرض بکنه. بر مرد لازم هست مخارج خانه را، هزینه نفقه زن را، لباسش را، اینها را باید مرد تهیه بکنه. پس دلیل و سبب دوم که سیادت و سرداری مال مرد هست بما انفقوا من اموالهم. اکنون الله تعالی فرائض زنان را مشخص کرده. زنان پس چه نقشی دارند؟ زنان چه کاره هستند؟ یا زنان چه نقشی باید داشته باشند؟ چگونه باشند؟ الله می فرماید فالصالحات. زنان صالحه قانتات، اونها تابع هستند، مطیعند، اطاعت میکنند. حافظات للغیب بما حفظ الله، یعنی حافظ هستند، حفاظت کننده هستند در صورت غیبت شوهر. للغیب ای فی غیبت ازواجهن، در صورت غیبت شوهر. حافظ چی هستند؟ بما حفظ الله، اون چیزی را که الله عزوجل چی کرده؟ محفوظ و محافظت کرده از اون، یعنی حیا و عفتش را. روح المعانی می نویسد یحفظن انفسهن و فروجهن فی حال غیبت ازواجهن. وقتی که همسر غایب هست حیا و عفتش را حفاظت می کند. بله، پس زنان وظایفشان اطاعت و فرمانبرداری هست. زنان صالحه قرآن می فرماید این گونه هستن. فالصالحات مبتدا، قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله، این خبرش است. واللاتی تخافون نشوزهن. اما زن وقتی که ناشزه باشد، نافرمان باشد، متمرد باشه، باید چی کار کرد؟ الله تعالی چند راهکار بیان می فرماید. اول فعظوهن، اونها را نصیحت کنید، موعظه بکنید، بگویید که این راهی که شما در پیش گرفتید راه خوبی نیست، زندگی خراب میشه، خودمان پریشان میشیم. دوم واهجروهن فی المضاجع، شکنجه روحی، یعنی اونها را در رخت خواب ترک کنید، خودتون را ناراحت بگیرید، فاصله بگیرید از اونها، یک جای دیگه برید. این تنبیهن هست تا اینکه متنبه بشه. واقعا زنی که وفادار به شوهر باشد دوری شوهر را تحمل نمی کند. سوم واضربوهن، ضرب خفیف اونها را بزنید، تنبیه بکنید وقتی که قبول نمی کنند. چهارم بعد از این ستا فان اطعنکم، اگر اطاعت شما میکنند فلا تبغوا علیهن سبیلا، بی خود بهانه در نیارید. فلا تبغوا علیهن سبیلا، شما طلب نکنید بر آنها راهی که بخواید اونها را ملامت بکنید، اونها را تنبیه کنید، اونها را بیشتر اذیت کنید. ان الله کان علیا کبیرا،
به درستی الله تعالی بلند هست و کبیر بسیار بزرگ هست، همه چیز را الله تعالی تحت نظارت دارد. اما این همه صورت ها مفید نشد، مؤثر نشد. اون وقت الله تعالی فرموده که دو تا داور، دو تا میانجیگر که از طرف شوهر باشند و از طرف زن باشد، اینها با هم بشینن بررسی بکنن ببینن اختلاف کجاست، مشکل مال کیه، مقصر کیه. الله می فرماید و ان خفتم شقاق بینهما، اگر می ترسیدید شما اختلاف بین آنها را، فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، تعیین کنید داوری از اهل شوهر و حکما من اهلها و همچنین داوری از اهل زن. این یریدا اصلاحا، اگر اینها اراده اصلاح داشته باشند، یوفق الله بینهما، یعنی واقعا اینها بخوان با هم اصلاح بشن، هدفشون اصلاح باشد نه چیزی دیگر، عناد نه، ضد نه، هم دیگر را ضربه زدن نه، واقعا بخواند که زندگی خوبی داشته باشند، خداوند زمینه فراهم میکند که یوفق الله بینهما، بینشان موافقت ایجاد میکند. یک نکته بگم بیشتر برای جوانان هست، چه طلاب جوان چه خواهرانی که درس میخوانند، اون اینه که در کتاب ها هم نوشته و عموما ابتداء زندگی حتما مشکلات هست، ناسازگاری هست، همدیگر را درک نکردن و تحمل نکردن هست، ابتداء زندگی است. چون که هر کسی که از این زن و شوهر در یک محیط جداگانه زندگی کرده، با اون محیط خودش خو گرفته، عادت کرده، لذا وقتی که با هم تازه زندگی را آغاز میکنند، شروع میکنند، یک مقداری استکاک پیدا میشه، تصادم پیدا میشه روی عادت ها، روی اخلاق ها، روی خصوصیات زندگی هر یکی فرق میکند. لذا زمان میخواهد. متاسفانه آمار جدایی و آمار طلاق زیاده، چون مردم و بالخصوص جوانها کمتر این مسائل را میدونند. زمان میطلبد که اینها بیایند همدیگر را درک بکنند، همدیگر را به هر حال بتونن با همدیگر را تحمل بکنند و با روحیات همدیگر، خصوصیات و عادات همدیگر آشنا بشند، زود تصمیم نگیرند. ابتدای زندگی محال است که اختلاف نباشد، امکان نداره که اختلاف نباشد. هر زن و شوهری را اگر انسان بررسی بکند، ابتدا حتما با هم تفاوت‌هایی داشتن. حتی در کتاب ها نوشته حداقل 10 سال طول می کشد که بیایند کاملا زن و شوهر اگر واقعا بخوام با هم زندگی بکنند، 10 سال طول می کشد تا همدیگر را کاملا بشناسند. لذا بعد از اون زن و شوهر تابع ویژگی ها و خصوصیات همدیگه میشن. یه چیزی شوهر میبینه مال زن، یه عادتش خوب بوده، عادت من خوب نبوده، میره تابع اون میشه. و زن میبینه بعضی موارد مال شوهر خوب بودن، مال من خوب نبود. لذا این سالها طول میکشد، 7 سال 8 سال 10 سال طول میکشد. لذا انسان در همون ابتدا وقتی که میبیند که طبق میل من نیست، زود تصمیم نگیرد، زود از کوره در نره، زود برای داوری و برای قضاوت و برای اینکه جلسه تشکیل بدند عجله نکند. حتی الامکان سعی بکنند که همدیگر را تحمل بکنند، با هم درست بکنند. اینجا الله تعالی هم نکته بسیار جالبی اشاره فرموده که اگر واقعا هدف اصلاح باشد، این یرید اصلاحا، اگر هدف اصلاح باشد، یوفق الله بینهما، الله تعالی بین اونها موافقت ایجاد می کند، الله تعالی اونها را به یک نکته مشترکی می رساند. چون که ان الله کان علیما خبیرا،
بدون شک الله تعالی علیم هست، خوب میداند و از همه چیز خبر دارد. خب احکام دیگر از احکام رعیت، اینا تمام احکام بودند. الله می فرماید واعبد الله. در وسط همه احکام انتظامیه یکی از احکام رعیت تنها این نیست که زن حقوق مرد را ادا بکند، مرد حقوق زن را رعایت بکند و حقوق پدر و مادر را، حقوق همسایه را، حقوق نمیدونم مشتری را در معاملات. مهمتر از همه حق خدای عزوجل است. پس در وسط امور انتظامیه گاهی مسئله توحید هم میاد که شما اهمیت بدید. مهمترین مسئله در زندگی شما این هست واعبد الله، فقط و فقط خدا را عبادت کنید. ولا تشركوا به شیئا، شریک نگیرید با الله عزوجل هیچ چیزی را، هیچ چیزی را شریک نگیرید. و بالوالدین احسانا، و نسبت به والدین بعد از پدر و مادر همیشه در حقوق العباد حق والدین در رأس هست. و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر احسان کنید. و بذی القربا، و بخیشاوندان. خیشاوندان، پدر را کسی دوست دارد خیشاوندان پدر را، مادر را دوست دارد خیشاوندان مادر را. والیتاما، و همچنین یتیم ها را. والمساکین، و مسکین ها را، به اینها احسان کنید. والجار ذی القربا، و همسایه‌ای که ذی القربا هست. همسایه این دو تا تفسیر داره. یکی این که همسایه‌ای که با انسان قرابت و خویشاوندی هم دارد. والجار الجنب، و همسایه‌ای که با انسان خویشاوندی ندارد، بیگانه هست. جنوب یعنی اجنبی. همسایه من هست از این طایفه دیگره ولی همسایه هست. نسبت به اینها انسان باید مواسات، همدردی، خوبی. تفسیر دومش اینه که والجار ذی القربا، یعنی همسایه‌ای که ذی القربا هست، یعنی با انسان فاصله نداره، قریب هست، متصل از خونش. والجار الجنب، و همسایه‌ای که چی هست؟ دور هست، خونش متصل نیست، تو محله من هست. متوجه شدید؟ این دوتا تفسیر هستند از ابن عباس نقلا. قال ابن عباس و مجاهد و عکرمه و الضحاک و قتاده و ابن زید و مقاتل فی آخرین که چی؟ هو الجار القریب النسب، اون همسایه‌ای که نسبش قریب هست، اون ذی القربا اون است، همسایه خویشاوند. والجار الجنب هو الجار الاجنبی لا قرابت بینک و بینه، اون جار و همسایه اجنبی را میگن که بین شما و بین اون هیچ قرابتی نیست. بحر المحیط. این تفسیر اول شد. تفسیر دوم چی شد؟ والجار ذی القربا یعنی همسایه که متصل است با انسان، والجار الجنوب همسایه که دور هست، تو محله با انسان یک جا زندگی میکند. والصاحب بالجنب، اون همراهی که جنب انسان هست، همراهی که جنب. این هم دو تفسیر کردم. والصاحب بالجنب گفتن رفیق سفر منظوره. شما با هم سفر میکنید، کنار شما نشسته در اتوبوس، در هواپیما صندلیش کنار شما. والصاحب بالجنب اینه هم سفر انسان، رفیق سفر انسان. و بعضی گفتند والجار والصاحب بالجنب همسر را میگویند. چی را میگند؟ همسر، زن انسان، اونی که در جنب انسان است، همیشه همراه ماست، همیشه صاحب انسان است. و ابن السبیل، و همچنین مسافر را. به اینها، نسبت به همه اینها احسان. و ما ملکت ایمانکم، و همچنین غلام ها و برده ها، کنیزهای شما، اینها را احسان بکنید. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الله دوست ندارد هر کسی را که مختال و فخور باشد. ببینید
دو چیز مانع میشه که انسان حقوق انسانها را ادا نکند، یکی کبر و یکی بخل. انسان تکبر داشته باشد و دوم انسان بخیل باشد. کارگر از صبح تا شب برای انسان کار کرده. امروز ما ملکت ایمانکم نیست، اون کنیزی که برای انسان کار میکند، بردهی که برای انسان کار میکند، شب خوب نانش بده، غذایش بده، خدمتش بکنه. ولی خب کارگران برای انسان زحمت میکشه، بعد از 8 ساعت واقعا انسان مزدش را کامل بده. بعضی افراد این کوتاهی میکنند. خب یا به بخل برمیگردد یا به کبر انسان. لذا الله تعالی هر دو را اینجا نفی میکنند. بدون شک الله دوست ندارد هر کسی را که مختالا متکبر و فخر کننده باشد. این کبر است. مختال و فخور قبلا خواندیم که مختال اونی را میگویند که تکبرش در دلش است، یعنی در دل از همه خودش را بهتر، عزیزتر، بزرگتر میپندارد. و فخور اون کبری را میگویند که بر اعضا و بر جوارح هست. انسان جلوی دیگران سینهش را جلو گرفته، لباس فاخرانه پوشیده، طوری انسان برخورد میکند با انسانها متکبرانه، ظالمانه. لذا پس مختال کبر درونی و فخور کبر بیرونی و ظاهری. دوم، مانع دوم چی است؟ الذين یبخلون، کسانی که بخل میکنند، و یأمرون الناس بالبخل، و مردم را هم امر میکنند به بخل. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، و کتمان میکنند آنچه که خدا به اونها داده از فضلش. این وصف سوم گفتن بخل علمی مراد است. اولین الذين یبخلون، این بخل لازمی هست که انسان خودش بخل بکند. و یأمرون الناس بالبخل، دیگران را هم امر میکند. این بخل متعدی است. یکی خیری میکنه میگه بی خود مالت را ضایع میکنی، چرا اینجا خرج میکنی، بیکاری. یأمرون الناس بالبخل، امینه، مردم را دستور میدن به بخل. و همچنین بخل علمی هم دارند. یکتمون ما آتاهم الله من فضل، خداوند فضلی بهش داده، هنری بهش داده، علمی بهش داده، کتمان میکند. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، الله می فرماید ما برای چنین کافران آماده کردیم عذاب ذلت بار. والذین ينفقون اموالهم، کسانی که خرج میکنن مالشان را رعاء الناس، برای نشان دادن مردم. ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، ایمان ندارند به الله و نه به روز آخرت. اینها از روی چی هست؟ شیطان همراهشون هست. و من یکن الشیطان له قرینا، هر کسی که شیطان قرین و همراهش باشد، فساء قرینا، همراه و قرین بسیار بدی هست. الله تعالی اینجا به این انسان، چون اینها ایمان ندارند که از روی ریا و نشان دادن مردم خرج میکنند، الله میفرماید چرا اینها ایمان نمی آورند و از مالشان برای رضای الله خرج نمی کنند. و ماذا علیهم، چه می شود اونها را، چه می شود بر آنان، لو آمنوا بالله والیوم الاخر، اگر ایمان بیاورند به خدا و روز آخرت. بله، لو آمنوا بالله والیوم الاخر و انفقوا مما رزقهم الله، و خرج بکنن با اخلاص از آنچه که الله به اونها رزق داده. چرا این کار را نمی کنن؟ اگر این کار را بکنن چه می شود؟ و کان الله بهم علیما، الله به آنها علیم هست، خوب میداند از احوالشان. اکنون خدای عزوجل برای این گروه، برای این دسته که ایمان ندارند، رعاء الناس انفاق میکنند، الله تعالی
تخویف اخروی بیان می فرماید، اما تخفیف جلوتر است. الله می فرماید ان الله لا یظلم مثقال ذره، بدون شک الله تعالی ظلم نمی کند به اندازه یک ذره مثقال. ظلم نیست، هر چی که هست از روی عدالت است. و ان تک حسنة، اگر انسان حسنه انجام بده، یضاعفها، چند برابر می کند آن را، و یؤت من لدنه اجرا عظیما، الله می دهد آن را از جانب خودش اجرا عظیما، اجر بس بزرگ، علاوه از اون ثواب موعود. مثلا برای انفاق ثواب موعود چی بود؟ که مثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبه، یعنی یک دانه 700 برابر، یک تومان 700 برابر. این ثواب موعود است. غیر از اون ثواب موعود الله تعالی از جانب خودش هم یأتی من لدنه اجرا عظیما. فکیف اذا جئنا، چگونه خواهد بود وقتی که ما بیاوریم من کل امت بشهید، از هر امتی گواهی بیاوریم، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، شما را بر این امت ای رسول الله به عنوان گواه بیاوریم، به عنوان گواه بیاوریم. ببینید رسول الله چگونه گواه هستند. یک صورتش اونه که شما در بقره خواندید که الله تعالی و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. الله عزوجل از بقیه انبیاء گواه میخواهد، انبیاء خدا بر این که رسالت خودشون را درست رسوندند، از امت حبیب صلی الله علیه و سلم گواهی میخواهند و میطلبند، این امت را به عنوان گواه خودشون. اون وقت این امت گواهی میدهند که انبیاء همه به رسالت خودشون را انجام دادند. اون وقت این امت را میگویند که شما از کجا میدونستید؟ شما که اون وقت حضور نداشتید. میگویند که پیغمبر ما که پیغمبر آخر الزمان هست به ما گفته بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان مزکی، به عنوان گواه بر این امت می آید و گواهی می دهد. اون حدیث را ما در اونجا خواندیم، تفسیر آیه بود. اینجا همون است که شما بر این امت می آید گواهی می دهی. اینجا گواهی به معنی حاضر و ناظر نیست، اون چی که بوده گواهی می ده. یک صورت دیگر از گواهی این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم تا زمانی که تشریف داشتند نسبت به اون زمان گواهی میده، نه اینکه نسبت به اعمال ما. چون که در حدیث شریف داریم که رسول مکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید گروهی را به طرف جهنم میبرند که من میگویم اینها همراهان من هستند، اصحابی. به من گفته میشه که شما نمیدانید که لا تعلم ما احدثوا بعدک، بعد از شما اینها چیکار کردن. اینها گروه مرتدین هستند که سیدنا ابوبکر صدیق با اینها جنگید. لذا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که شما نمیدانید که بعد از شما اینها چی کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اون وقت من میگویم همانطور که برادر صالح حضرت عیسی گفت و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. بار الها من تا زمانی که در میانشان بودم میتونم گواهی بدم، بعد از اون من نبودم، شما بودید، شما بهتر میدانید. پس این گواهی به این معنی هست. الله میفرماید فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید، وقتی که ما از هر امتی گواه می آوریم چه حالی خواهند داشت. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، شما را بر اینها شهید و گواه می آوریم. یومئذ یود الذین کفروا، الله از احوال اون روز میگه، از سختی های اون روز. یومئذ، در آن روز، یود الذین کفروا، دوست دارن کسانی که کفر کردند و عصوا الرسول، رسول را نافرمانی کردند. چی دوست دارن؟ لو تسوا بهم الارض،
لو به معنی مصدر هست، مصدریه هست. تسویه زمین را که زمین کامل برابر بشه، اینها را زمین به زیر خودش بگیره، هیچ اینها سر بلند نکنند. ولا یکتمون الله حدیثا، از الله عزوجل اینها هیچ سخنی را مخفی نمی کنند. همه سخنها چی میشه؟ اونجا ظاهر میشه. خب یا ایها الذین آمنوا، در میان امور انتظامیه، هنوز امور انتظامیه ادامه دارد. در میان امور انتظامی الله تعالی امر مصلح بیان می‌فرماد. این امر نماز هست. امور مصلح قبلا خواندیم که در امور انتظامی ممد و معاون هستند، کمک میکنند. وقتی که انسان نماز میخواند، تقوا دارد، بهتر میتواند که احکام را به جا بیاورد. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نزدیک نماز نروید در حالی که شما حالت سکر داشته باشید، حالت نشئی داشته باشید. حتی تعلموا ما تقولون، حتی که بدانید چه میگویید، حتی که بدانید چه میگویید. عنایت داشته باشید که گرچه در شأن نزول این در رابطه با بعضی صحابه میاد که در خانه عبدالرحمن بن عوف اون زمان شراب حرام نشده بود و مصرف کردن آیات را اشتباه خواندند، ولی علی ای حال حکم منحصر به شأن نزول نیست، حکم عمومی هست. الله تعالی میفرماید در حالت سکر، در حالت نشگی. این اولین آیه بود. بعداً خب این نشئی را و بلا تشبیه مستی را الله تعالی کلا حرام قرار داد، ممنوع قرار داد. ولا جنوبا الا عابری سبیل، و همچنین نزدیک نماز نشوید در حالت جنابت مگر مسافر باشید. الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، حتی که شما غسل بکنید. ببینید اینجا امام ابو حنیفه رحمه الله اینطور تفسیر میکند ولا جنوبا، یعنی در حالت جنابت، لا تقربوا الصلاة جنوبا الا عابری سبیل، مگر وقتی مسافر بودید. خب در حالت سفر مهیا نیست. چی مهیا نیست؟ آب. اونجا تیمم بکنید و نماز بخوانید حتی تغتسلوا، حتی که غسل بکنید. فقط صورت سفر استثناء. امام شافعی رحمه الله اینجا میفرماید ولا جنوبا الا عابری سبیل، معناش اینه که شما به نماز در حالت جنابت نیاید مگر الا عابری سبیل، مگر به صورت گذر فقط از تو مسجد میتونید بیایید، عبور بکنید حتی تغتسلوا، حتی که غسل کنید. یعنی در حالت جنابت داخل مسجد هم نمیتونید برید، مگر اینکه کسی به طور مثال حمام جایی هست که باید از داخل مسجد رد بشه. الا عابری سبیل به این معنی هست که شما عابر باشید، عابر پیاده باشید برای استحمام حتی تغتسلوا. ایشون این گونه تفسیر میکنه. و این کنتم مرضی، اکنون ما که میگیم الا عابری سبیل به معنی مسافر هست، اکنون تفصیلش و توضیح عابری سبیل این است. الله میفرماید و این کنتم مرضی، غسل نکنی مسافر چکار بکنه؟ اگر شما مریض بودید او علی سفر، و یا بر سفر بودید، در حالت سفر بودید، او جاء احد منکم، اینجا او به معنی واو هست، در حالی که، یعنی مریض در حالی که کسی از شما آمد من الغائط، از قضای حاجت، یعنی وضو شکسته بود، برای قضای حاجت دستشویی رفته بود. خب هم مریض است این فرد یا مسافر است. او لامستم النساء، یا با زنان مجامعت کردید، هم خوابی. این از نظر امام ابو حنیفه هست. از نظر امام شافعی لمس به معنی حقیقی هست، دست دادن هست، دست داده بودی زنها را. اختلاف معروفی در اصول خواندید. خب این صورت ها، چه مسافرید چه مریض، قضای حاجت رفتید، یا اینکه شما مجامعت و همخوابی کردید،
یا دست زدید بر اساس فقه امام شافعی رحمه الله. فلم تجدوا ماء، آب نیافتید، چیکار کنید؟ اجازه تیمم. فتیمموا صعیدا طیبا، شما تیمم کنید یعنی قصد کنید آب را، خاک را. صعیدا طیب، صعید سطح زمین را میگند. شما یعنی خاک را، خاکی که بر زمین هست، خاک پاکی را، خاک ناپاکی نباشد. خب طریق تیمم چیه؟ فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، دو تا مسح، یکی بر چهره و یکی بر دست ها. ان الله کان عفوا، چقدر خدا آسان گرفته، بدون شک خداوند عفو هست، عفو میکند از شما و غفور هست، بخشاینده هست. بله، الله عزوجل در وسط این امر مصلح را بیان فرمود و فرمود که شما نماز بخوانید. نماز بخوانید بر امور انتظامیه، نماز ممد و معاون هست، می توانید دستورات خدا را به نحو احسن بجا بیارید. اکنون اینجا زجر بیان می شود بر اهل کتاب که اونها واقعیت را برای مردم نمی گفتند، حتی نسبت به مسلمانان تمنای اونها گمراهی هست. الله می فرماید الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، خبرداری از آن کسانی که کتاب داده شدند، نصیبا من الکتاب، داده شدند بخشی از کتاب، نصیبی از کتاب، یشترون الضلاله، آنها ضلالت را میخرند. مرض اولشون ضلالت را میخرند. یشترون الضلاله، چگونه ضلالت را میخرند؟ یعنی قال الزجاج المعنى یأخذون الرشا، رشوه میگیرند، و یحرفون التورات، تورات را تحریف میکنند، تورات را طبق میل مردم درست میکنند. فالضلالة هو هذا التحریف، پس ضلالت اینجا چی هست؟ همین تحریف. ای اشتروها بمال الرشا، پس با مال رشوه خریدند. تفسیر روح المعانی. یشترون الضلاله، هدفشون چی هست؟ این مرض اول زلال، مرض دوم ازلال. و یریدون ان تضلوا السبیل، اراده دارند که تضلوا السبیل، از راه خدا گمراه بکنند مردم را، انسان ها را از راه بیراه بکنند. در الله تعالی اینجا تسلی میده، وقتی که اونها چنین اراده ای دارند برای ما خطرناک نیست. الله می فرماید والله اعلم باعدائکم، تسلی برای مؤمنان، خداوند بهتر میداند دشمنان شما را. والله اعلم باعدائکم، خداوند دشمنان شما را بهتر میداند. وکفا بالله ولیا وکفا بالله نصیرا، خداوند کافی هست از نظر اینکه ولی هست، حامی شما هست. وکفا بالله ولیا، خداوند حامی شما هست. وکفا بالله نصیرا، و خداوند کفایت میکند از نظر اینکه بهترین یاور شما هست، بهترین ناصر شما هست. خب اینجا بحث تحریف اهل کتاب بود. اهل کتاب که یهود بودند، کتاب خدا را تحریف کردند. الله عزوجل بخشی از تحریفشون را بیان می‌فرماید. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، منظور از اهل کتاب من بیانیه هست، بیان اهل کتاب. اینها چه کسانی هستند؟ من الذين هادوا، آنانی که یهودی شدند، یحرفون الکلم عن مواضعه، کلمات را از موضعشان تحریف کردند. چگونه تحریف کردند؟ ببینید مفسرین نوشتن منظور از کلم آنچه که در رابطه با حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است. بشارت و مژده پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در تورات بود. اینها چی کردند؟ اون را از موضعش تحریف کردند، جا به جا کردند. تحریف هر دو نوع تحریف بود، قبلا خواندیم، هم تحریف لفظی بود و هم تحریف معنوی. و دیگه اونها چی می گفتند؟ و یقولون سمعنا و عصینا، یهودی ها می گفتند سمعنا، ای پیغمبر ما شنیدیم، اما در دل می گفتند و عصینا،
نافرمانی میکردن. یعنی ما گوش به حرف شما نیستیم، ما اطاعت و فرمانبرداری نمی کنیم. خداوند از یهود نقل قول میفرماید که مسلمانان مثل یهود نباشند. سمعنا و عصینا. البته اینجا کلماتی یهود میگفتند که کلمات ذو وجهین بود، کلمات ذو وجهین بود، یعنی کلماتی که ظاهرشون یک معنا داشت، باطنشون یک معنا داشت. اونها به معنای متبادر و به معنای ظاهر نمی گرفتند. مثلا می گفتند سمعنا و عصینا، ما از تو می شنویم ای پیغمبر، و از اونها، از کفر و از کفار نمی شنویم، اونها را نافرمانی می کنیم، اطاعت شما می کنیم. ولی خب معلوم نیست که سمعنا از کی و عصینا از کی، حرف شنوی از کی و نافرمانی نسبت به چه کسی. پس این یکی از کلمات ذو وجهین بود. دوم واسمع غیر مسمعین، گوش کن غیر مسمعین یعنی نشنوی. ببینید این هم کلمه ذو وجهینه، گوش کن یعنی سخن ما را گوش کن، غیر مسمعین سخن بد نشنوی. الهی که بد نبینی، بد نشنوی، در عرف ما هم هست نه؟ ولی غیر مسمعین اونها بد نمی گفتن، نشنوی، می گفتن نیت ما، هدف ما چی است؟ بد نشنوی. ولی در حالی که نیاتشان الله تعالی عالم الغیب هست، نیاتشان این بود که واسمع سخن ما را گوش کن، غیر مسمعین نشنوی، اصلا سخن نشنوی، یعنی العیاذ بالله ناشنوا باشی، گوشهایت نشنود، قوه سامع خودت را از دست بدهی. و سوم و راعنا لیم بألسنتهم، راعنا رعایت ما بکن. راعنا را ما قبلا خواندیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، رعایت ما بکن. اما لیم بألسنتهم، لین معنی چی بود؟ کج می کردن زبان خودشون را، یلوون السنتهم قبلا خواندید. لیم بألسنتهم یعنی کج می کردن. چند معنی خواندید؟ یکی راعینا، این کج کردن به معنی چوپان، یکی از رعونت به معنی حماقت. لذا زبانشون را کج می کردند. راعینا لیم بألسنتهم و طعنا فی الدین، و در دین طعنه وارد می کردند، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم را بد و بیراه گفتن طعن فی الدین است. اکنون الله تعالی می فرماید ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، این ترغیب هست. اهل کتاب با اون خباثت هایشان الله تعالی اونها را بازم ترغیب میده به سوی چی؟ به سوی اطاعت. ولو انهم، اگر آنان میگفتن سمعنا و اطعنا، ما میشنویم ای رسول الله و اطاعت میکنیم، واسمع سخن ما را بشنو، وانظرنا بسوی ما نظر بفرما، لکان خیرا لهم، بهتر بود برای آنان، و اقوم و راستر بود، درستر بود. اما این را نگفتند. ولکن لعنهم الله، اما الله اونها را لعنت فرمود بکفرهم، بسبب کفرشان. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس آنان ایمان نمی آورند مگر اندک. اکنون الله تعالی در پایان بحث اهل کتاب، در این پایان این بحث و الا بحث با اهل کتاب ادامه دارد، ترغیب میده به سوی ایمان. یا ایها الذین اوتوا الکتاب، ای کسانی که کتاب داده شدید، آمنو بما نزلنا مصدقا، شما ایمان بیاورید به آنچه که ما فرو فرستادیم، نازل کردیم، مصدقا لما معکم، در حالی که تصدیق و تایید میکند این کتاب ما، آن کتابی را که همراه شماست. مصدقا لما معکم، قرآن مؤید تورات هست. من قبل ان نطمس وجوها، قبل از اینکه ما نطمس، ما تخته بکنیم چهره ها را. طمس میگویند صاف کردن، تخته کردن. ببینید طمس اینه که چهره اصلا از این قسمت چهره مثل
پس گردن باشه، صاف باشه، چشم و گوش و چشم و بینی و دهان هیچی داشته نباشد. فنردها علی ادبارها، برگردانیم اینها را بر پشت، یعنی الی ادبارها. علا به معنی الی است، این به معنی مسخ است. یعنی قبل از اینکه شما را مسخ کنیم، قبل از اینکه حواس شما را از شما بگیریم، چشم و گوش شما را از شما بگیریم، شما ایمان بیاورید. او نلعنهم، یا قبل از اینکه شما را مسخ بکنید تبدیل به یک موجود حیوان دیگه بکنیم. او نلعنهم، یا اینکه ما لعنت کنیم آنها را، کما لعنا اصحاب السبت، همان گونه که ما لعنت کردیم اصحاب سبت را، کسانی که در روز شنبه خیانت کردند. و کان امر الله مفعولا، الله می فرماد امر الهی، آنچه که خدای عزوجل عهد بسته، مفعولا شدنی هست. یعنی خداوند این کار را لازما انجام می دهد. لذا ای اهل کتاب، قبل از اینکه این شرایط و این وضعیت برای شما بیاید، ایمان بیاورید. خب بعد از اهل کتاب الله تعالی به سوی شرک متوجه میشه، مرض شرک، که اهل کتاب هم این شرک را داشتند و مشرکین مکه هم این شرک را داشتند. زجر بر اهل شرک بعد از زجر بر اهل کتاب. ان الله لا یغفر ان یشرک به، بدون شک خداوند مغفرت نمی فرماید، نمی بخشاید، ان یشرک به، اینکه شریک گرفته بشه به آن، و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و می بخشاید خدای عزوجل غیر از آن برای هر کسی که بخواهد، برای هر کسی که الله بخواهد می بخشد او را. و من یشرک بالله، علت اینه چرا نمی بخشاید، علت. و من یشرک بالله، هر کسی که شریک بگیرد به الله، بنویسید در ذات و صفات و عبادت، چه در ذات خدا، چه در صفات خدا، چه در عبادت خدا. تنها شریک این نیست در ذات خدا، کسی بگه دو تا خدا هستن، نه، تنها صورت شرک این نیست. در صفات خدا، صفاتی که مخصوص خدا هستند، اون صفات را برای غیر خدا انسان ثابت کند. یا اینکه عبادتی که مخصوص الله هست، اون عبادت را انسان برای غیر خدا انجام بدهد. الله می فرماید و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما، این انسان افترا گفته، دروغ گفته، اثما عظیما، گناهی بس بزرگ، گناهی بسیار عظیم. الله تعالی می فرماید اینها گفتن. بعد از اینکه زجر بر اهل شرک بود، زجر دیگر بر عناد اهل کتاب، بر عناد بنی اسرائیل. اونها خودشون را ممتاز می دانستند، از بقیه جدا می دانستند، می گفتند که ما ابناء الله و احباؤه هستیم و ما ویژه هستیم، لذا ما را عذاب نمی دهند، ما به جهنم نمی رویم. الله تعالی زجر می الم تر الی الذین یزکون انفسهم، آیا خبر داری اونهایی که یزکون انفسهم، خودشون را پاک می کنند و می گویند ما پاک هستیم. پاکی این نیست که خودت بگویی من چنینم و چنانم، بلکه پاکی این هست که الله بگوید این بندگان من پاکند. بل الله یزکی من یشاء، بلکه الله هست که یزکی، پاک میگرداند کسی را که الله بخواهد. ولا یظلمون فتیلا، ظلم نمی شود بر آنها، مظلوم قرار نمی گیرند به اندازه فتیل، به اندازه فتیل. فتیل و نقیر و قطمیر سه بخش هستند از بخشهای هسته خرما که قرآن مجید اینها را استفاده می کند. هسته خرما را شما در نظر بگیرید، یک پوست بسیار ظریفی دارد که شما در دستتون این پوست را بگیرید پودر میشه، از بین میره. این را میگن قطمیر. این پوسته‌ای که بر خسته خرما هست، این را چی میگن؟ قطمیر میگویند.
و این خسته یک شکمی دارد، نه؟ اون شکمش را وقتی که با دقت نگاه بکنید یک نخ مانند سفید مثل همون قطمیر دارد، اون را میگن فتیل. در زبان عربی این فتیل ضرب المثل هست در بسیار کوچک بودن و بی ارزش بودن، بیشتر در کوچک بودن. و پشت خسته خرما یک سوراخک کوچکی هست، اون را میگن نقیر. نقیر الان در آیات بعد انشاءالله بعد از زنگ تفریم میخوانیم هم میاد. لذا الله عزوجل میفرماید که اینها ولا یظلمون فتیلا، به اندازه اون فتیل، اون نخی که به شکم خرما خسته خرما هست، به اون اندازه هم بر اینها ظلم نمیشه. ولی اینها میگویند که ما چنینیم و چنان. الله تعالی میفرماید انظر کیف یفترون علی الله الکذب، ببین چگونه افترا میگویند بر خدا، الکذب دروغ را. افتراشون بر خدا چی بود؟ امام رازی نوشته همین که میگفتن ما ابناء الله هستیم، العیاذ بالله ما از فرزندان خدا هستیم. البته ابناء الله به معنای محبوبان خدا، چون که در تورات اونها میگفتن کلمه ابن به معنای محبوب میاد. ما این معناش این نیست که یهود خودشون را میگفتن ما فرزند خداییم، بلکه نحن ابناء الله و احباؤ تفسیر ابناء الله است. معمولا انسان با فرزند خودش محبت دارد، فرزند هر کسی محبوب او هست. لذا ابناء الله یعنی محبوبان خدا. پس و افتراؤهم علی الله، افترائشان بر خدا چی بود؟ هو قولهم، قول آنان که میگفتند نحن ابناء الله و احباؤه، ما ابناء الله هستیم و محبوبان خدا هستیم. و قولهم، و سخن اونها که میگفتند لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وارد بهشت نمیشه مگر من کان هودا او نصارى. تفسیر کبیر. پس اینها را الله افترا میگوید. انظر کیف یفترون علی الله الکذب، ببین چگونه افترا میگویند بر الله، افتراه کذب و دروغ. و کفا به اثما مبینا، الله میفرماید که همین افتراشون کافی هست از نظر گناه آشکار، گناهی آشکارتر، گناهی ظاهرتر از افترا بر خدا، دروغ بر خدا. لذا این بزرگترین گناهی هست که اونها مرتکب میشن. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين